اونهایی که در سونامی نابود شدن نه به خاطر اینکه سونامی اونها رو کشت. برید بررسی بکنید که اسلام کی وارد جنوب شرق آسیا شده. بالاخص وارد اندونزی شده. اندونزی بزرگترین کشور اسلامی از نظر جمعیتی است. نزدیک 220 میلیون مسلمان خالص داره. وقتی اسلام وارد اندونزی شد، مردم جنوب شرق آسیا آغوشو باز کردن برای اسلام. سبحان الله، اسلام با اخلاق تجار مسلمانی که پیلور بودن میرفتن اونجا کالا و جنس مادی رو میبردن، اما معنویات به کالاشون تزریق میکردن، با معنویات به اونها میفروختن. با امانت، با صداقت، با طهارت، با پاکی، با طیب نیت و خاطر، با صداقت، با صمیمیت، که این مردم شیفته این اخلاق این تجار شدن. گفتن این چه چیزیه که شما تو رفتاراتون میبینیم؟ گفتن این دین ماست. گفتن یاد ما بدید، ما پارچه نمیخوام، دینتون یاد ما بدید. آغوشو باز کردن برای دین خدا، اونقدر با برکت شدن که بی حد و حساب. اما علت سونامی که چند سال پیش آمد تو اندونزی، علمایی که رفته بودن اونجا بررسی کرده بودن، دیدن که حرامخوری، فحشا، بی‌ناموسی، مشروبات الکلی، بی‌تقوایی، جزیره کشور اندونزی بیشترین جزایر دنیا رو داره. شاید نزدیک به بیش از 3000 جزیره داره، جزیره های کوچک و بزرگ. اگر گفتن که مناظر زیبا، نه اینکه انسان لخت عریان مادرزاد بشه، زن و مرد برن تو دریا. ساحل سوران ساحل زیبایی است. استفاده از مناظر زیبا و خلاق و مبتکر و جذاب طبیعت و دنیا به این دلیل نیست که ما اگر فضای سبزی هست، اگر آب زلالی هست، اگر ساحل زیبایی هست، اگر جزیره زیبایی هست، بریم زن و مرد لخت بشیم بپریم تو آب و تقوا رو و خدا ترسی رو پشت سر بذاریم. ملتی که خدا با اسلام بلندشون کردن، اگر اسلام رو پشت سر گذاشتن، خداوند تعاملش با اینا از کفار بدتر میشه و خطرناکتر میشه. اذا البحار سجرت و اذا البحار فجرت، که همیشه این دوتا آیه رو میخوندیم خودمون تو جزء عمه، معنیش نمیفهمیدیم چیه. چطوری دریا منفجر میشه؟ اصلا تو باورت میشه که دریا منفجر بشه؟ یکی از علامات قیامت دریا منفجر میشه، آب به هوا پرت میشه. و قبل از این که پرت بشه، منفجر بشه آب، اول به جوش میاد. اذا البحار سجرت، اول این آب به جوش میاد، بعد پرت میشه تو هوا، منفجر میشه. سبحان الله. این دوتا حالت تو اندونزی، تو سونامی به وجود آمد. اول یک زلزله در اعماق دریا، همون جزیره‌ای که میرفتن برای عیش و نوش و خوشگذرانی و شرابخوری و فحشا، زیر آب لرزون زمین رو شکفت، کوههای آتشفشان رو فعال کرد، سرازیر دریا کرد. بعد این دریا رو نزدیک 30 متر به هوا پرت کرد. بعد با سرعت 800 کیلو در ساعت به ساحل پرت کرد. خوب دقت بکنید چه شد؟ در یه چشم هم زدن. اذا البحار سجرت صورت گرفت، بعد اذا البحار فجرت به ارتفاع 30 متر آب منفجر شد به بالا. اول مکیده شد، زمین که جدا شد از هم در اعماق دریا، آب فروکش کرد، بعد یک دفعه قدرت گرفت، منفجر شد 30 متر به هوا.
بعد با سرعت 800 کیلو در ساعت، تصور بکن 800 کیلو در ساعت چیه، آمد وارد ساحل شد و 10 کیلومتر تو ساحل پیشروی کرد و آثارش تا بیاهی شرق جاسکم چه 1 کیلومتر آب تو ساحل بیاهی پیشروی کرد. من خودم رفتم بیاهی. همون روز سونامی ما تو جاس بودیم که همه ارتباطات قطع شد، اصلا دریا یه چیز دیگه بود. ما رفته بودیم برای یک امری، کل مخابرات و نمیدونم فلان، و وقتی رفتیم کنار ساحل که اصلا دریا یه چیز دیگه است، بحر عمان دیگه متصله. سرعت 800 کیلو دریای منفجر شده دنبال کرد همون انسانهایی که میرقصیدن، نیمه عریان بودن، از نعمتهای خدادی استفاده سوء استفاده کردن. وقتی انسان نگاه به دریا میکنه باید بگه سبحان الله، ما اعظمک یا رب، سبحان الله ما اجملک یا رب، سبحان الله. فقط توبه هست، چیز دیگه نیست. باید بر بگردیم به سوی خدا. کجا میری؟ برو بیرون، برو بیرون. با زلزله رو رفتیم، با سرطان باید بریم. با سرطان نرفتیم، با سور اسرافیل باید بریم.